حضرت زکریا علیه السلام وقتی که به نزد مریم در فصل زمستان در آمدن که میوه های تابستان در پیشش ایستاده است. یا مریم انا لکی هذا، ای مریم این میوه ها از کجا پیشید؟ و پیش مریم به فقط زکریا در آمده میتواند. زکریا علیه السلام. مریم پیغمبر نیست، زکریا پیغمبر است. با مریم تمام زکریا میدرارد و در یک حجره نشسته الله تعالی رو عبادت می، حیاتش به عبادت الله تعالی بخشیدگی هست. نظر کردگی از مادرش که همین دختر فقط عبادت الله تعالی رو میکنه. وقتی که میدران در فصل تابستان میوه های زمستانی هست، در فصل زمستان میوه های تابستانی هست. انا لکی هذا، این میوه به تو کی آورد؟ قالت هی من عند الله، چون که میوه از جانب الله هست. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، الله تعالی کسی را خواهد به حساب و به کتاب رزق میدهد. حضرت مریم گفتن در سوره آل عمران هست هنالک دعا زکریا، در همین جا زکریا دعا کرد. ببینید زکریا پیغمبر رو از مریم عبرت گرفتن. در همین جا زکریا دعا کرد. زکریا پیر، زنشان زنی که از نگاه علم طیب فرزنددار نمیشد، زنی بی فرزند است، عقیم یعنی بی نسل. گفتن که اذ ناده، ناگاه دعا کردن، نداء خفیا، دعای پنهانی پیش آدمان دادن. برای چی؟ برای اون که آدمو شنواد میخندد. یا موی سفیدی که صد بدر آمده است، ریشاش سفید، میاناش قطع شدگی، پروردگار رو برای من پسر یریثونی، میراث خوری من باشد. گفت دعا کردن پنهانی و الله تعالی گفت که انا نبشرک بغلام اسمه یحیی، ما تو را خوش خبر میدیم به یک بچه‌ای که نامش یحیی هست. یک بچه‌ای که نامش یحیی، بغلام اسمه یحیی، یک فرزندی که نامش هم ابرو الله تعالی خودش ماند. لم نجعل له من قبل سمیا، پیشتر از تولد این کودک در دنیا یگان آدمی نبود که ما نامش یحیی گذاشته باشیم. یک آدمی که از نگاه عقل و نگاه طب باید فرزنددار نشود، در ایام پیرانسالی موی سفید از الله تعالی دعا کرد، الله تعالی برایشان فرزند داد.